بذار رک بگم. بیشتر ما آدم‌ها خسته ایم. چون برای همه چیز اهمیت میدیم. حتی چیزهایی که ارزشش رو ندارن. فکر کن داری توی خیابون راه میری. یکی از کنارت رد میشه و حتی نگاهت نمیکنه. ذهن تو فوری میگه یعنی منو نادیده گرفت؟ بعد میری سراغ گوشی. میبینی عکسی که گذاشتی لایک کمی گرفته. ساعتها درگیر این فکری. نکنه بقیه دیگه منو دوست ندارن. اینجاست که مارک منسون توی کتاب هنر ظریف بیخیالی میگه زندگی خیلی کوتاه‌تر از اونه که بخوای همه رو راضی نگه داری. تو فقط مقدار محدودی انرژی و توجه داری، مثل یک باتری که هر روز خالی میشه. اگر این انرژی رو خرج چیزهای بی ارزش کنی، دیگه چیزی برای چیزهای مهم باقی نمیمونه. تصور کن توی یه مهمونی هستی. یکی میگه چرا اینجوری لباس پوشیدی؟ یکی دیگه میگه چرا فلان کارو نکردی؟ سومی میگه چرا مثل بقیه نیستی؟ تو لبخند زورکی میزنی اما ته دلت خالیه. همون شب وقتی توی آینه خودتو نگاه میکنی میفهمی تمام وقتت صرف راضی کردن دیگران شده و بدتر از همه هیچ وقت خودتو راضی نکردی. حالا تصور کن فقط روی نظر یه نفر تمرکز کنی. خودت. چقدر سبکتر، آزادتر و واقعیتر میشی. مارک منسون میگه راز یک زندگی خوب دغدغه‌های کمتره. یاد بگیر برای چه چیزی بجنگی و برای چه چیزی بیخیال بشی. مهم نیست همه ازت خوششون بیاد. مهم نیست همه لایکت کنن. اون چیزی که مهمه اینه که بفهمی چی واقعاً ارزش جنگیدن داره. بقیه بذار برن. برای ویدیوهای بیشتر کانال رو سابسکرایب کن.